بسم الله الرحمن الرحیم. امروز داستان صحابی دیگری رو با هم میخونیم. صحابی که عمر فاروق رضی الله عنه در مورد ایشون فرمود تو ایمان آوردی زمانی که همه کافر شدن، تو حقیقت رو شناختی زمانی که همه حقیقت رو انکار کردن و تو وفا کردی اون زمانی که همه خیانت کردن. البته همه منظور یک گروهی از قبایل عرب اینها که در اون اطراف بودن. و تو حمایت کردی از اسلام در برابر این دشمنان ایستادی، در حالی که دشمنان و در حالی که خیلی ها پشت کردن و از مسلمانان دفاع نکردن. بله، داستان از اینجاست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در سال 9 هجرت هست که خب نامه‌هایی رو برای پادشاهان این ور اونور فرستاده بود و حالا بسیاری از سران و بزرگان عرب مسلمان شده بودند و یا بالاخره تحت تصرف سرزمیناشون تحت تصرف اسلام در اومده بود و تسلیم بودن. در این موقع یکی از این بزرگان عرب شخصی به نام عدی ابن حاتم طایی، داستان حاتم طایی دیگه همه شنیدید که در بخشش دیگه معروف است، چه در بین عرب چه در جهان در تاریخ، که یک چنین شخص بخشنده‌ای که همیشه بوده و ضرب المثل هست که همه این ضرب المثل رو به خوبی میدونیم. خب حاتم طایی، این عدی ابن حاتم طایی پسر حاتم، عدی ابن حاتم، خب این وقتی که پادشاهی پدر بهش رسیده بود یا اون ملوکیتی که در اون منطقه خودش داشت، در رهبری که داشت، خب همه ازش تبعیت میکردن، اطاعت میکردن، حرفشو گوش میکردن. 1/4 هم از درآمد و غنایمی که به دست می آوردن همیشه به این میدادن و شرایط خیلی خوبی بود. حالا دعوت اسلامی به همه جا پخش شده بود و عرب داشت قبیله مسلمان میشد. در یک چنین شرایطی این همش نگران بود که خب اگر دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم به این سرزمین برسه تکلیف من چی میشه، قدرت من چی میشه، ثروت من چی میشه. اینی که نگران بود. غلامش خواسته بود، گفت برای من یک شتر و مرکب‌های آماده بکنید که اگر همین که خبری شد از پیامبر خدا یا از سپاهیانی که میفرسته و اصحاب اون، من خبر بکنید که من از این سرزمین برم تا بتونم از این سرزمین نجات پیدا کنم، چرا که من نمیدونم که چه خواهد شد. و این یک دشمنی خاصی هم خب نسبت به اسلام داشتن، همونطوری که عرب‌ها و دیگر قبایل در این مورد داشتن و چون دشمنی هم کرده بودیشون در حق رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در حق یاران پیامبر و در ارتباطات قبایلی و تاریخی که اتفاق افتاده بود. تقریبا 20 سال شده بود که اسلام داشت در سرزمین‌های اسلام رشد کرده بود و دعوت حق داشت گسترش پیدا می‌کرد. اما بذاریم داستان رو خودش نقل بکنه از زبان خود عدی ابن حاتم، ببینیم که چه اتفاق افتاده. اینجوری برای ما بهتره. ایشون میگه خب من هم مثل یکی از مردان عرب بودم، مردان سرشناس عرب، و به شدت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بدم میومد، تا اینکه شنیدم که بله ایشون دعوت شروع شده و من خب یک امیری بودم، یک پادشاهی بودم که همه به من توجه میکردن، ضمنی که من نصرانی هم بودم. برخلاف مشرکین عرب من پیرو آیین مسیحیت یا نصرانی بودم و در بین قوم خودم 1/4 از درآمدهای اونها و از غنایم اونها به من میرسید و شرایط خیلی خوبی داشتم و به عبارتی من مثل بقیه پادشاهان هم شرایط خوبی داشتم، هم شرایط ایمانی بهتری از اونها داشتم. اونها مشرک خودم رو تلقی نمی‌کردم. میگه وقتی که شنیدم که پیامبر خدا این چنین داره آیینش رشد میکنه خیلی بدم اومد و برام خیلی سخت شده بودم. میدیدم هر روز داره قدرت بیشتر میشه و نیروها و لشکرهاش در مناطق متفاوت میان و سرزمین عرب رو دارن تصرف میکنن. بعد با خودم گفتم اینجوری نمیشه. به غلامم گفتم نگاه کن، آماده باش، شطوری رو برای من آماده بکن، امکاناتی رو برای من آماده بکن، به مجردی که در همین اطراف باش، بگرد تا دیدی خبری شد از سپاه محمد و بالاخره لشکر محمد صلی الله علیه و سلم، من خبر کرد به این منطقه رسیدم، من خبر کن تا من بتونم از اینجا فرار کنم برم. میگه یه روز غلام من اومد گفت که ای آقای من، سرور من فلان، ببینید که اون چیزی که فکر می‌کردید شد. سپاه محمد صلی الله علیه و سلم داره الان به این منطقه نزدیک میشه، هر کار می‌خوای بکن. گفتم وای مادرت به عزاد بنشینه، زود آماده بکن. مگه چه شده؟ گفتش که زود آماده کن، مسیر فراهم من بتونم فرار بکنم اگه اینجوریه. مگه چه دیدی؟ گفتم بله دیدیم که پرچم‌هایی داره میاد که گفتن این پرچم‌های سپاه محمد، من از دور دیدم. میگه خب شطوری که برای من آماده کرده همونجوری که گفتم آورد و من خیلی سریع، زمان خیلی کم بود، خودم و خانواده‌ام اینا رو آماده کردم تا بتونیم از اون سرزمین خودمون، از اون منطقه خودمون فرار بکنیم. میگه ما همچنان که رفتیم تا به سرزمین شام،
که خانواده خودم رو به اونجا برسونم، اونها مسیحی و نصارانه بودن و به اصلاح خودم فکر کردم همه رو برداشتم. اما وقتی که از موقعیت خطر دور شدم و اومدم خانواده‌ام رو نگاه کنم، خیلی ترسیده بوده دیگه، دیدم خواهر خودم رو من در منطقه خودم، در اون سرزمین خودم رها کردم، در اون قبیله تی اصطلاحاً. خب ایشون میگه که دیگه خیلی سخت بود دیگه، راهی هم نداشتم که من برگردم و شرایط خیلی ناگوار بود، در موقعیت بسیار خطرناکی هم قرار گرفته بودم دیگه. من ناچار شدم وقتی میگه به شام رسیدم، خودم بالاخره و فرزندانم اونجا رفتیم و بین کسانی بودیم که هم دین و آیین خود ما بودن، اما من از اون ور برای خواهر خودم همش میترسیدم و نگران بودم. حالا ببینیم دنبال داستان چی میگه. ایشون میگه بالاخره من و خانواده‌مون رسیدیم به سرزمین شام و سپاه محمد هم اومد منطقه ما رو تصرف کرد و خواهر من رو هم جزو کسانی بودن که در اون منطقه اسیر شده بودن به خاطر اینکه اونها مقاومت کرده بودن و قبایل اینها و اینا به اسارت گرفته بودن، برده بودن به یثرب که همون مدینه النبی باشه. وقتی که این اسرا رو برده بودن گذاشته بودن همین جلوی مسجد النبی قرار داده بودن، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از اونجا رد میشه. میگه خواهر من بلند میشه و میگه یا رسول الله هلک الوالد، پدر من مرده، و غاب الوافد، اون کسی که بعد ما رو حمایت میکرده اونم غایب شده رفته، فمنن علی من الله علیک، به من منت ببخش و من رو آزاد بکن، بالاخره من برم تا خدا هم به تو خیر بده. پیامبر گفت من وافدو، که اون کسی که تو رو ترک کرده کیه؟ میگه گفتم عدی ابن حاتم. بعد پیامبر گفت از خدا رسول فرار کرده؟ میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رفت، هیچی نگفت، منو خواهر منو رها کرد. میگه فردا که شد باز مثل همین سخن امروز رو گفت به پیامبر خدا، مثل همون حرفی که گفته بود دوباره به پیامبر خدا گفت. و میگه باز روز بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی از اونجا رد شد و این دیگه خواهر من ناامید شد، چیزی نگفت. میگه یک مردی که پشت سر پیامبر بود اشاره کرد، گفت پاشو دوباره این حرف رو بزن، دوباره بگو حرفی که روز قبل گفتی، تکرار کردی. میگه بلند خواهر من باز بلند شد، یا رسول الله هلک الوالد و غاب الوافد، پدر من مرد، بالاخره اون کسی که حامی من بود فرار کرد و پنهان شد، فمنون علی من الله علیک، به من منت بذار منو آزاد کن تا خدا به تو هم منت بگذاره. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به خواهر من گفت که باشه من این کارو میکنم، تو آزادی. میگه گفتم پس من میخوام برم پیش خانواده خودم به سرزمین شام. میگه پیامبر گفت نه، برای رفتن عجله نکن تا من افراد مطمئنی رو پیدا کنم از قوم و قبیله خودت تا تو رو به سرزمین شام به صحیح و سلامت برسونن و تا من مطمئن بشم که چنین افرادی هستن یا خودت اگه کسایی رو میشناسی بالاخره اینجا رفت آمد میکنن من معرفی کن تا تو رو همراه اونها بکنم. میگه بالاخره مدتی گذشت و یک کاروانی از اونجا اومد که در اون کاروان بالاخره افرادی مورد اعتماد بودن. میگه خواهر من رفت پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله، یک بالاخره گروهی از قوم من اومدن، آدمای مورد اعتمادی هستن، آدمایی که من میتونم بهشون اعتماد بکنم. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به خواهر من لباس خوبی رو دادن و هدیه دادن، لباسای خوبی پوشوندند و بعد یک شتری هم به ایشون به خواهر من هدیه دادن که این شتر چیکار بکنه، خواهر منو هم بکنه سوار بشه باهاش بیاد، مقداری هم بالاخره بهش نفقه و مخارجی داد که کفایتش بکنه تا سفر به سمت شام و با این کاروان همراهشون کرد. علی میگه که من خودم در شام همش دنبال خبر خواهرم بودم، پیگیری میکردم، هر کسی که از مدینه میومد از عرب میومد از خواهر من چه خبر داری و نمیتونستم باور کنم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این چنین نسبت به خواهر من احسان و نیکی کرده یا در برابر اونچه که ما فکر میکردیم کارهایی کرده پیامبر در عوض نیکی داره میکنه. میگه من بین خودم و خانوادم نشسته بودم، عدی ابن حاتم میگه دیگه دیدم که یک زنی بر فراز یک هودج شتری داره میاد به طرف ما. بعد با خودم گفتم که این کیه؟ نگاه کردم دیدم این دختر حاتم هست، خواهر منه. میگه وقتی که در برابر ما ایستاد و خواهر من رو به من کرد عصبانی شد، گفت ای کسی که تو ما رو رها کردی، به ما ظلم کردی، ستم کردی، قاطع رحم، از اصطلاحاتی که خب بالاخره حقش بود که باید بهش میگفت. میگه تو آره تو زن بچه تو برداشتی و رفتی و من خواهر تو بودم، عورت تو بودم، به قول معروف باید من حمایت میکردی، رها کردی، فقط به فکر خودتو زن بچت بودی. بعد من میگه رو بهش کردم خواهر من اینجوری نیست که شما میگید، بالاخره شرایط اینجوری بود و شروع کردم باهاش صحبت کردن تا بتونم این رو قانع بکنم که این از این وضعیت دست از سر من برداره. میگه هی سعی میکردم با خواهرم صحبت بکنم تا اون
قانع بشه و دست از این برخوردش با من برداره. میگه کم کم خواهر من آرام شد. بعد بهش گفتم که خب در مورد این شخص محمد صلی الله علیه و سلم چی دیدی؟ برای من تعریف کن چه اتفاقی افتاده. میگه رو من کرد برادر، از من میدونی خودتو هر چه سریعتر به محمد صلی الله علیه و سلم برسون، چرا که از دو امر بیرون نیست، یا این پیامبر هست یا پیامبر نیست. اگه پیامبر نباشه که خب این انسان جوانمرد و نیکیه، اگه پیامبر هم که باشه چه بهتر، فضل و رحمت اون شامل حال تو میشه و آدمی نیست که تو رو خار بکنه، ضعیف بکنه، مثل پادشاهان و مثل افراد دیگه نیستش. خب داستان تو همینجا با هم داشته باشیم که این سخن خواهر و برادر و تشویقی که کرد خواهر حاتم طایی به این که حاتم بره به دیدن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. دنبال داستان ان شاءالله در روز دیگه و جلسه دیگه خدمتتون ارائه خواهم داد. خدا یار و نگهدارتون.